سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: ارسال کمک‌های امارت اسلامی افغانستان از طریق بندر رفح مصر به غزه، تلاش ترکیه برای گسترش پروژه‌های اقتصادی در افغانستان و سفر پوتین در آینده نزدیک به چین. امروز چهارشنبه 26 ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: بیش از 500 تن کمک‌های ضروری امارت اسلامی افغانستان به غزه رسید. وزارت امور خارجه اعلام کردند که 530 تن کمک‌های ضروری امارت اسلامی افغانستان از طریق بندر رفح مصر به مردم فلسطین در غزه رسید. با گفته این وزارت، این کمک‌ها شامل مواد غذایی، البسه و دیگر اقلام ضروری به ارزش حدود $500,000 میباشد و قرار است برای حدود 22,000 خانواده فلسطینی توزیع شود. سادین یلدیز، سرپرست سفارت ترکیه در کابل، در سفرش به ولایت هرات با شیخ نوراحمد اسلامجار والی این ولایت دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات میگوید که یلدیز در این دیدار گفته که ترکیه تلاش میکند پروژه‌های اقتصادی خود را در افغانستان گسترش دهد. در همین حال والی هرات از سرمایه‌گذاران ترکیه خواسته که در بخش‌های تولید برق، معدن و دیگر بخش‌های این ولایت سرمایه‌گذاری کنند. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات با نشر خبرنامه‌ای میگوید که به 10 مورد از قضایای حقوقی و شرعی زنان در بخش‌های مهریه، نفقه و طلاق در ولایت‌های تخار، هلمند، میدان وردک و خوست رسیدگی شده است. بر اساس خبرنامه تا یک ماه گذشته نزدیک به 200 زن در ولایت‌های مختلف به حقوق شرعی خود در زمینه میراث و مهریه دست یافتند. و در آخرین خبرگزاری روسیه به نقل از سرگئی لاروف وزیر امور خارجه این کشور گزارش داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در نیمه نخست سال 2026 به چین سفر خواهد کرد. با گفته سرگئی لاروف، برنامه و جزئیات این سفر در حال هماهنگی میان طرفین است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.